اگر شش تن رو بولش قرآن خوندن نو علامه را انشاءالله مستحبه. نه برای که ما همیشه در رو خوندیم. شما تری بگه که بشوینش اگر بزرگ نداشته باشه چی باید تأخیر میکنه؟ آخه مولا خوندیم ما گفتیم که قرآن نخون بولش گیسن خیلی بزرگ بکشن. ما حرام چیش موجود وای کتاب نه اگه مردم که خودش نمیخونه دیگران میخونن مقصد که این حرام نمیشه. اینا مثلا یک زن در حالتی حیض قرار داره یا نفاس قرار داره اینا بیمار شده است میخوننش یا در همون خونه شیشتگی قرآن میخونن یکون اشکال نداره برای خواننده. نه که اگه بهتر آن است که مردن ابو شوانوقی غسل میت واجبه به شرط یکون عذر نداشته باشه. اینا بعضی میتی هست که مثلا وقتی بیماریش ده انا کسل داره رک داره همین خیمیا بسیار زده گردش وقتی مرد تمام اعضای بدن خون جاری شده میگیره اون هم است ای گوش بینی و تمام سوراخ او را هر چند میشورش با البته بعد شستن و دیگه حکم معذور هم میگیره دیگه او خونی میبرمدگیش بیناموز نمیکنش نگی با مردم عیب بدونن که او کفن داغدار شد گفته همین خیلی اگر عذر داشته باشه میلش نه که اگر نداشته باشه هر چی تستر بشون میت هم بهتره. مغسلی نه بعد از سری چی که مثلا بعد ششتن دیگه باید مثلا خیلی چی نمیکنه ببینه که برای اون واریس شما دیگه بینه برای نمیخواد من میگم آخه بعد اگر ششتا باشه روشا بینن چون میکنه آخه نمیدونم میگم ممکن نیست مشکل اصلا کلمه بدعت در زبان عربی به معنای چیزی نو میوید نو پیدا چیزی که اول نبوده بعد پیدا شد. عقل بسیار میگفتن این بدعت اما در شریعت کلمه بدعت در حدیث ها اومده است. حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار نهی کرده استش و از بین گفته است میگه که فإن کل بدعت ضلالة هر بدعت ضلالت است گمراهی است. هر بدعت حضرت صلی الله علیه و سلم گفته است که گمراهی است از راه حقیقت دوشیدن است. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه این حدیث متفق علیه است من احدث فی امرنا هذا لیس منه فهو رد. هر کسی که در همین دین ما چیزی از خودش اضافه میکنه که از این دین نیست اون مردود است یعنی مقبول نیست قبول نمیشه. خب اما فقها گفتن که بدعت مختلفه میشه. بدعت میتونه حسنه باشه بدعت میتونه سیئه باشه. از کجا گرفتن این گپا؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر نه فقط یک خلیفه راشد است حضرت عمر مفتی امت اسلام است. در مسئله فتوای شرعی هیچ صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برابر نمیشود. در میان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 7 صحابی هستند که کثیر الفتوا اند. از همه بیشتر فتوا از امیا روایت شده است. در جای اول حضرت عمر میسته. یکم حضرت عمر است، دوم حضرت علی است، سوم حضرت عبدالله ابن مسعود است، چهارم مادرمون بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها است. در جای پنجم زید ابن ثابت میسته. جای ششم در حضرت عبدالله ابن عباس. جای هفتم در حضرت عبدالله ابن عمر. اینا 7 نفر. جای یکم در حضرت عمر است. اگر فتوای حضرت عمر را جمع کنیم 40 انسیکلوپدیا میشه. 40 انسیکلوپدیا میشه. به حد فتواش زیاد است. ای حضرت عمر روایت حدیث کم است اما فتوا خیلی زیاد است. علتش چی است؟ حضرت از بس که در عصر پیغمبر بود همراه پیغمبر بود کاری را از پیغمبر دیده بود نمیگه که پیغمبر گفت پیغمبر کرد امر میکنه که بکنه از اون پیغمبر نه خودش میگه بکنه ولی فتواش خیلی زیاد است در صورتی که روایت حدیثش کمتر است. علامه حضرت عمر در صحیح بخاری اومده است حدیث رقم 2010 در کتاب ساو میگه در رمضان اومد مسجد اومد مردم پراکنده بعضیا تنها نماز میخونن بعضیا کسی شده نماز خوندستیان بعضیا قرآن میخونن بعضیا یک گوشه داشتگی استراحت دارن. گفت اگر همه همیا یک جماعت میشیدن عجایب نعمت میشید همه همیا یک جماعت میشیدن
یا امام پیش می اومد و اگر ختم قرآن میشید البته خوب میشید. بعد حضرت میگه ابی ابن کعب سیدی قرای قرآن، سیدی حفوظ قرآن، امام تعیین کرد نماز یکتا کردن. وقتی روز دیگه اومدن مردم همه در یک صف ختم قرآن میگذرونن. حضرت دید ذوقش کرد، گفت نعم البدعة هذه، چی بدعتی به نعمت است، چی بدعتی خوبی هستند. اینا حضرت عمر گفته است. اینا بریده و تراشیده و پرتوفته نمیشه بکن. نعم البدعة هذه. بعد چی میگن؟ میگن غرض همین بدعتی که در اینجا حضرت عمر آورده است همون معنای لغوی شد، یعنی چیزا که نه مثلا لغوی ده. نمازی تراویح بود در زمان پیغمبر، بله نمازی تراویح بود، اما حضرت همگی 3 روز خوند، همگی 3 بار خونده است، هر شب نخوندن. ببینید خودی حضرت عمر بگو زبان عربی را چه شما نمیدونید؟ شما اخلاقای حضرت عمر عربی را خوبتر و بهتر میدونید. حضرت عمر نفهمید که کل بدعت ضلاله، همونجا کل بدعت ای کل بدعت سیئه فی ضلاله، هر بدعتی که سیئه است بد از در ضلالت و در گمراهی است. اما حضرت نعم البدعة هذه. دیگر همون بزرگان محدثایی که مردمی به عقل به فرهنگ هستند وقتی که تقسیم میکنن بدعت به سیئه و به بدعت ضلاله، اونو اجتناب میکنن یک حدیثی را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح مسلم اومده است. اگر چند اصل حدیث درباره صدقات است، یک گروهی از بنی مضر اومده بودن بسیار فقیر و کمبغل، انا حضرت دید شد بسیار جگرش سوخت، حتی آبی دیدش جاری شد بگه خانه در اومد خارج شد. حضرت بلال امر کرد، از آن گفت قامت، گفت نماز خواندن. بعدا حضرت خطبه خوند، تحقیق کرد مردم که امیو برادرای شما هر کسی چی امکانیتی داره بیاره خیر صدقه کنه. یکی از صحابیون میگه در دستش یک بدره زر گرفت، یک مقصد یک خلطه دیرم، کادت کفه تعجیز عنها بل قد عجزت، همین خیلی وزبینه که دستش دیگه قوت نکرد میگه آوردن، بلکه حتی عاجز شد میگه دسته قپیدش. یعنی بعد مردم آوردن بعضی خوراکه و بعضی لباسه و دو خرشی، یک طرف لباسه و یک طرف خوراکه. و حضرت وقتی دید میگه روش پرتوافکن شید، نورانی شید، مثل طلا، حتی میگه برق زد. بعد همجا گفت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. هر کسی در اسلام یک سنت حسنه ای را جاری کنه، اجر ثواب کردگیش هم میگیره و اجر ثواب کسایی را که به این تقلید کردن کردن از حساب اونو نه، از او کم نمیکنن. خداوند با او میته اجر ثواب شد، با همون مقداری دیگه به ایران میته. و من سن فی الاسلام سنتا سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء. و هر کسی یک کاری بدی را جاری کنه، یک عملی نامطلوبی را داخل کنه، هم گناه کردگیش هم میگیره، هم گناه کسایی را که به این تقلید میکنن همین کار را انجام میدن. نبی غرض از سنت همینجا هم و یخین بدعت است. برای که اگر سنت با پیغمبر نسبت بدیم به سیئه نمیشه بکن، همش حسنه است، همش نور است. و اینجا سنت سیئه میگه، غرض میگن اونم بدعت است که بدعت به حسنه و به سیئه مبدل میشود، تبدیل میشود. اکثری کل شارح ها، بزرگترین شارح های بخاری ابن حجر عسقلانی بدرالدین عینی که در بزرگی و در علم درک فهم شد، حتی ای بچه بزرگان میگه